همین نگاه به آینده پژوهی. حالا رشته دانشگاهی خودم هم آینده پژوهی، اونی که گفتی لازم بله. نیست حتما برید بخونید، من لازم دونستم و رفتم نه خوندم. خب حتما کار خیلی و خوبی اگه کسی بتونه، ولی خود آره. میدونی اونایی که کار بیزنس انجام آره میدن وقت گیره واقعا واسه. وقت خیلی کمی دارن، ولی وقت آره گیر آره هست ولی مهمه. ببین مثل اینه که همون آره داستان خیلی اره مهم. تیز کردن است دیگه. اینکه شما هی مشغول آره بریدن باشی فایده نداره، اره تو باید تیز کنی، که دقیقا یکی از آره اونها همین وسایل پژوهیه. دقیقاً. و این شناخت ترند ها و اینکه حالا المانهای مختلفش رو بخوای بشناسی، سیگنال ها رو بخوای بشناسی، ویک سیگنال ها رو بخوای بشناسی، شگفتی سازا رو بخوای بشناسی، خودش یه دنیای دیگه است که توی آینده پژوهی باش آشنا میشیم. مخصوصا بحث سناریو پلنینگ احساس میکنم یه بله. چیزیه که خیلی میتونه افراد، هر کسی که الان همین امروز شروع کنه خوندن سناریو پلنینگ، رو زندگی روزمرهش هم تاثیر میذاره، چه برسه دقیقاً به دقیقاً. بیزینسش. حالا و اینو گفتی. اوکی بگو، حالا آره من یه فکر نکته میکنم، یادم آره فکر اومد. میکنم که اینو خیلی، که میخواستم همینو بگم که مشتاقم ببینم که در ادامه میخواد چه اتفاقی بیفته. این متدی که شما گفتید رو چجوری یعنی کنار هم میچینیم و الف باشه چجوری کنار هم میذاریم که به یه چیز ثابتی برسیم، بتونیم بر اساس اون جلو بریم، تو چلکی که نباشیم. آره ببین بحث حالا آینده آفرینی و آینده پژوهی، این که میگی واقعا قرار نیست که فقط توی بیزنس های خیلی بزرگ استفاده بشه. اصلا خود آینده آفرینی یه جوری شاید بگم مفاهیمش هست که شما اولین اتفاقا چیزی که میتونی استفاده کنی به صورت کاربردی همون زندگی شخصی خودته. یعنی اینکه بیای دقیقا و توی زندگی شخصی خودت اون مفاهیمی که وجود داره با توجه به حالا زمینه‌ای که خودت کار میکنی، چه میدونم یه هنرمنده، یه بیزنسمنه، یه شاید سیاسیه، یا هر کسی، با توجه به سبک زندگی خودش میتونه از یه سری از مفاهیم استفاده کنه. ولی حالا قبل از اینکه این موضوعی که داری میگی چطور میشه استفاده کرد، به نظر من ما دو مرحله اصلی داریم. یکی مرحله آشنایی با کل این مفاهیم است، و بعد از آشنایی تازه این رو بیایم، مثل میدونید حالا مثل شطرنج شاید بگم، شما اول باید صفحه شطرنج رو بشناسید که اوکی این مثلا 64 تا خونه داره، مهره ها رو بشناسی، و بعد از مهره ها حرکت هر یک از مهره ها چه جوری هست. تازه بعد از اینکه اینو فهمیدی، ببین لزوما کسی که اینا رو میدونه یه شطرنج باز نیست، درسته؟ چون شطرنج حالا چی دقیقا داره؟ استراتژی داره، حرکت های مختلف داره، پلنینگ داره، دقیقاً سناریو پلنینگ مثلا داره. شما باید سناریوهای مختلف و همزمان، شطرنج یکی از اون بازی جذابی که شما باید آره شاید 10 حرکت جلوتر، 20 حرکت بعضی وقتا جلوتر رو ببینید. حالا آینده آفرینی هم میتونم تشبیهش بکنم به شطرنج، که اول بایستی اون تیکه های بنیان های اصلیش رو ما متوجه بشیم، ببینیم که اینا چی هستن. بعد هر بنیانی ببینیم ربطش با بعدی و قبلی خودش چیه، با اونای دیگه در واقع چجوریه. و وقتی که تمام اینا رو درک کردیم، حالا با اون پلن و استراتژی کلی که تازه میدونی چشمت به قول معروف باز میشه و میفهمی، درک باز میکنی، میشه ای تازه مثلا میفهمیم. آره اینجا باید مثلا اکسپوننشال اورگانایزیشن رو استفاده کنم، اینجا مثلا بحث ادوتینمنت مهم هست و کار میکنه. بنابراین اون توی مرحله بعدیه که حتما در موردش صحبت میکنیم، ولی فکر میکنم توی چند جلسه اول بایستی بنیانا رو صحبت کنیم. خب حالا میخوام اون موضوعی که اومدیم و یه صاحب کسب و کار سنتی رو با یه کارآفرین مقایسه کردیم و گفتیم که خب کارآفرینی خودش در واقع مفید بوده. حالا میخوام بیام و در واقع یه کارآفرین رو با یه آینده آفرین مقایسه بکنم و مقایسه بگیم کنیم. که آره در واقع بگم که مثلا تفاوتشون تو نگاهشون مثلا به چه شکلی هستش و چرا مهمه که واقعا نگرش خودمون رو تغییر بدیم به سمت آینده آفرین. خب ببین، در مورد بحث مایندست اول شروع کنیم. در مورد مایندست، یه کارآفرین سنتی در واقع درسته فوکوسش روی این هستش که فرصت ها رو مثلا توی مارکت ببینه، یا حتی مشکلات رو مثلا ببینه و حل کنه، ولی خب بیشتر بحثش رو رقابته، یعنی هدفش رقابت کردنه. یه کارآفرین بیشتر داره نگاه میکنه که رقیبش داره چی تولید میکنه، من بیام یه کار دیگه انجام بدم که اون کار رو در واقع انجام بدم. ولی یه آینده آفرین اصلا به رقابت فکر نمیکنه، برعکس به همکاری فکر میکنه. یعنی در واقع به جای کامپیتیشن کلاب. به کوپریشن یا کلابوریشن فکر میکنه. دقیقاً یعنی این خیلی مهمه. چون ببین رقابت مال زمانی بود
که منابع کم بود، در واقع ما بهش میگیم دوران سکرسیتی یا اون کمبود منابع. الان ما تو دوره اباندنت یا فراوانی هستیم. واقعا انقدر فرصت ها زیاد هستن که اصلا رقابت معنی به اون شکل پیدا نمیکنه. حالا خیلی سخته شاید پذیرفتن این برای خیلی از شرکت ها و کارآفرینا، بگن خب نه، اگه مثلا شما با رقیبت رقابت نکنی قرار چه کاری انجام بدی؟ ببین، یه مثالی بیارم یادم افتاد الان. شوماخر دیگه یه دوره‌ای بهترین راننده جهان بود تو فرمول 1. این ازش میپرسن، میگن که خب تو راز موفقیت چیه؟ قطعا خب چندین نکته هست، ولی حالا این موردی که بخواست بگه، میگه اون موقعی که نزدیک خط پایانیم، همه نگاه میکنن سمت چپ و راست یا تو آینه ببینن که کجای کار هستن و بقیه کجا، و همین 1 ثانیه باعث میشه تمرکزشون از رو مسیر برداشته بشه و توی یه پیچی یا یک کم قبل از خط پایان عقب بیفتن یا منحرف بشن. در حالی که من فقط اصلا دور و برمو نگاه نمیکنم و فقط میرم مستقیم به سمت اون چیزی که میخوام و در واقع دور و برمو نگاه نمیکنم. داستان الان همینه. کارآفرینا خیلی دور و برشون نگاه میکنن، خیلی به این فکر میکنن که خب ما با چه کسی رقیب هستیم، کیو بیایم از بازار خارج بکنیم، خودمون مونوپولی و انحصاری بازار در دست بگیریم. دوران این تموم شده. هرچند که این که میگم تموم شده به این معنی نیست که 100%، چون بالاخره شرکت های بزرگی هستن الان مثل خود گوگل و خود حالا متا که خیلی چیزها رو انحصاری در دست گرفتن. ولی به نظر من تو چند سال آینده این هم تموم میشه، برای اینکه همه چی داره دیسنترالایز میشه، همه چی داره تمرکز زدایی میشه از قدرت، از تکنولوژی، از اقتصاد، از همه چیز، و قدرت داره میفته دست مردم. و این خیلی مهمه که توی بیزنس ما این رو بدیم. بنابراین این یه خیلی نکته مهمی است در مورد تفاوت این دوتا. موضوع دیگرش که هست بحث ریسک هستش. خب ببین، درسته مثلا یه کارآفرین ریسک پذیرتر هستش تا حد زیادی و میاد کاراشو بر اساس ریسکا و اون عدم اطمینانایی که وجود داره انجام میده. ولی یه آینده آفرین با اینکه ریسک ها رو اونم میبینه، تحلیلم میکنه، ولی خب میاد با اون داستان آینده پژوهی، میاد از بحث وایلد کارد، بحث قوی سیاه، یا اون مفاهیمی که ما در مورد دنیای ووکا و دنیای بانی جفتش داریم که حالا اینا رو بعداً بیشتر صحبت میکنیم. بحث بله حتما. عدم اطمینان، بحث پیچیدگی، میدونی، بحث uncertainty، بله. uncertainty، اینا رو میاد در واقع درک میکنه و اینا رو سعی میکنه که منیج بکنه و بیاد با یه دیدگاه خیلی بزرگتر نگاه کنه که خب یه کارآفرین وقتی اینا رو نمیدونه عملا نمیتونه به صورت موثر باهاش مواجه بشه. بنابراین دوباره اینجا نقش آینده پژوهی خیلی مهمه برای یه آینده آفرین. یه نکته دیگه بحث خلاقیت. خب گفتیم که کارآفرینا خلاقیت دارن، میان به اصطلاح توی بیزنسشون، ولی موضوع اینه که این خلاقیتشون معمولا الان اگر بر اساس مفاهیم سنتی کارآفرینی باشه، معمولا تو این دنیا خیلی متغیر الان خیلی جواب نمیده. ولی یه آینده آفرین میدونه که ما یه چیز داریم به اسم دیسراپشن یا شکنندگی، یا در واقع میتونم بگم که متحول شدن بازارها، بیزنس ها، مارکت ها، تکنولوژی ها. یعنی شما یه شبه یه اتفاقی میتونه بیفته که کلا یه سری مفاهیم عوض بشن. خب اینا بازم دوباره اون دیدگاه آینده پژوهانه رو میخواد که شما نسبت به بیزنس داشته باشی، و یه آینده آفرینه که میتونه بیاد بازارهای جدیدی رو اصلا خلق بکنه. و خلاقیت و دقیقا. نوآوری فقط به مفهوم تغییر شکل نیست، بلکه به مفهوم خلق یه چیزی که اصلا قبلا وجود نداشته. چون ما الان قدرت داریم، ما الان تکنولوژی داریم. وقتی میگم قدرت یعنی هم دانش داریم و هم توانایی خلق کردن چیزهای جدید. یه موضوع در دیگه واقع بحث. آقای بله. دکتر، ببخشید حالا میونی نه کلامتون بگو. یه چیزی الان به ذهنم رسید، مخصوصا مهم. خلاقیت رو گفتید با مورد اول همش داشت این توی ذهنم میگذشت. مهم. در واقع الان یه کارآفرین و یه صاحب بیزینسی که الان داره کارش رو پیش میبره، به نظر میاد که مهارت ها رو داره. یعنی اون مهم. مهارتی که باید داشته باشه رو داره. بیشترین چیزی که الان مثلا توی همون بحث رقابت کردن یا کلب کردن این وسط شاید یه مهره باشه که این وسط
شاید حلقه گم شدهش باشه که بتونه به سمت اون بره، بحث پروکیورمنت و قرارداد نویسیه برای این کلابریشن. یعنی تو دنیای بیزینس اگه بخوایم بریم کف بازار در واقع بخوایم بررسی بکنیم، یه کارخونه و یه کارآفرین نمیتونه با طرف مقابلش رقابت نداشته باشه، مگر اینکه بره سراغ این که از همافزایی داره سود بیشتری در واقع به دست میاره و با هم بودنشون داره سود بیشتری بهشون میده. و اون هنر قرارداد نوشتن بین دو تا شرکت، هنر این که نقاط اشتراکشون رو پیدا کنن، خیلی میتونه به این که من همه قسمت های بیزینس رو، همه قسمت های این کاری که داریم انجام میدیم رو هندل نکنم. یه قسمت هایش من خوبم، یه قسمت هایش تو خوبی، بیایم کار رو بشکنیم با همدیگه کلاب بکنیم دقیقا. و روی این قرارداد بنویسیم با همدیگه. در واقع لازمه این که همین میاد سر صحبت اولمون، که لازمه این که طرف به این اصلا بخواد فکر بکنه مایندستشه، که من بخوام با روال قبلیم باقی بمونم یا این که نه. احساس میکنم واقعا مارکت انقدر داره سمت این میره که اکسپوننشال بودن بیزینس من و بیزینس مدل من لازمه که از رقابت و کامپیتیشن بیام سمت کلابریشن و همکاری کردن. و این دقیقا همون شکلگیری مایندست هست. یعنی دقیقا. فقط کافیه دیدگاه رو تغییر بده، مهارت رو باید داشته باشه. یعنی اون مهارت هایی که الانم هست باید وجود داشته باشه. چون من میدونم الان تو ذهن کسی که شاید کارآفرین باشه و صاحب بیزینس باشه، مخصوصا اونایی که به مدت طولانی هستن، این صحبت ها یه خورده خیلی آوانگارد بیاد، یه خورده اینجوری به نظر بیاد که حالا دارم سیستم خودم رو اداره میکنم و چجوری بخوام برم سر این سیستمی که الان هست. صحبت من اینه که منم که اینجا دارم یه بیزنسی رو پیش میبرم، این تو ذهنم هست، ولی وقتی دارم اتصالش میدم، وقتی با اون مفاهیم آینده پژوهی که خودم بلدم تا الانش حداقل، وقتی دارم وفقش میدم و میگم که چی کار بکنم که بیام سر این قضیه، فقط این به ذهنم میرسه که مایندستم رو تغییر بدم، راه حل پیدا بکنم که با اون جهان جدیدی که در واقع در انتظارمون هست خودم رو وفق بدم، بیزینسم رو ست بکنم باهاش در واقع، که شکست دقیقا. نخورم. این کلابریشنه دقیقا باید همون جوری اتفاق بیفته. دقیقا درسته. ببین، همون بحث میگم مایندست هست که ما از دنیای کمبود و نقصان یا همون در واقع سکرسیتی رسیدیم به دنیای اباندن. ببین الان همه منابع در دسترس هست، خیلی هنوز تفکرشون رو کمبوده، روی اینکه منابع کمه، استعداد کمه، بازار کمه، سود کمه، ذهنشون رو اینه. ولی واقعا دنیای جدید مخصوصا از دیگه 2020 به بعد تا چند سال آینده اینجوری نخواهد بود، به خاطر بله. تمام اون تغییراتی که داره اتفاق میفته. بذار من یه مثالی الان یادم اومد که صحبت کردی. برای سالها پپسی و کوکا با هم رقابت میکردن، هنوز هم رقابت میکنن، ولی شاید باور نکنی اونام به این نتیجه رسیدن اگه بیان یه جاهایی با هم همکاری کنن فروششون زیادتر میشه. مثلا کوکا میومد یه سری سوپرمارکت های سر راهی و باشون قرارداد میبست، از لوگو برندشون تا مثلا این دستگاه وندینگ ماشین که پول میذاری و مثلا اون پپسی و کولا رو مثلا کوکا رو میگیری. هر کدوم اومدن این کار رو انجام دادن و به صورت جدا هر کدوم یه سوپرمارکت هایی رو باشون قرارداد میبستن. اومدن چیکار کردن توی سری مناطقی؟ گفتن خب بیایم ما یه کار دیگه بکنیم، بیایم توی یه سوپرمارکت هر دوتا رو بذاریم. به نظر چه اتفاقی افتاد؟ فروششون کم شد؟ نه، بیشتر میشه. 45% فروششون بیشتر شد. چرا؟ ببین، برای اینکه وقتی تو میری یه مغازه، بالاخره حالا خیلی از آدما شاید براشون خیلی مهم نباشه نوشابه اگه میخورن، که حالا اه، مثلا صحبت میکنیم توی هلت که نباید این کارو بکنی، نخوری بهتره، ولی در کل وقتی که نوشابه میخوری خیلی شاید خیلی براشون مثل آب معدنی باشه، فرق نکنه. ولی خیلی هم اینجوری نیستن، مخصوصا تو خود آمریکا یه تعصبی دارن. کسی که اگه جایی میره کوکا نباشه، اگه پپسی باشه دیگه نمیخوره. داستان اینه که این دوتا اومدن ماشینا رو دقیقا کنار همدیگه قرار دادن و بالاخره کسی که میرفت یه نوشیدنی بخره حتما گزینش توی اون لوکیشن موجود بود و حتی به خاطر رقابت ذهنی هم که اون نفر داشت میومد و اون نوشیدنی رقیب رو خرید میکرد. میدونی داستان، حالا این خیلی مثال بله. ساده شه ولی کلا
توی تکنولوژی ها من الان میبینم یه شرکت خیلی بزرگی توی زمینه های مخصوصا توی بحث لانجیویتی که بعدا صحبت میکنیم، همه دارن با هم دیگه همکاری میکنن و رقابت به اون معنی سنتی خیلی کمرنگ شده و جاشو داده به همکاری. خب بریم سراغ، اگه موافق باشی، مورد بعدی، اینکه یه بله حتما. کارآفرین مثلا بحث زمان یا اون به اصطلاح افق دیدش معمولا 3-4 سال تا 5 سال بود که خب من سریع بیام یه محصولی رو تولید کنم، برم توی بازار بفروشم و نتیجه رو بگیرم و برم دوباره کار دیگه انجام بدم. یه آینده آفرین اینجوری نیست، خیلی دورتر رو میبینه. ولی این دورتر دیدن به این معنی نیستش که مثلا بیاد یه بیزنسی رو اندازی کنه 10 سال دیگه تازه بخواد نتیجهش رو بگیره، اصلا همچین چیزی نیست. نه، میاد از الان میگه خب 10 سال دیگه چه تغییراتی بر اساس همون سیگنال ها، هرچند اینم بهت بگم الان توی بحث استراتژیک فورسایت یا در واقع آینده نگری که وجود داره، میگن که شما دیگه فرصت نداری به 10 سال آینده فکر کنی، باید خیلی بازار رو کمتر بله. بکنی چون تغییرات خیلی خیلی شدیده. ولی در کل آره تغییرات خیلی شدید. دید یک آینده آفرین خیلی بلند مدت‌تر و منطقی‌تر و حساب کتاب شده تره تا نسبت به یک کارآفرینی که تنها یه بعدی رو میبینه. ببین، من میگم آینده پژوهی میدونی مثل چی میمونه؟ مثل یه دقیقا این دوربینای شکار میمونه که 2 نفر فرض کن میرن شکار، یکی تفنگ داره ولی دوربین نداره، این کارآفرینه. خیلی نمیتونه دور رو ببینه، نمیتونه اون شکاره رو دقیق بزنه. برعکس اونی که تفکر آینده پژوهی داره و حالا بگیم آینده آفرین هست، یه دوربینی روی تفنگش هست و خیلی میتونه بهتر و دقیقتر نشونه گیری کنه و این اون ابزارهایی که آینده پژوهی به ما میده که باعث میشه دقیقا. دیدمون واضحتر، شفافتر باشه. یه موضوع دیگه ای که وجود داره در مورد اینا بحث تکنولوژیه. ببین گفتیم چون کارآفرینی قدیمیه، یه جورایی عادت کرده به اینکه همه چیز رو سنتی ببره جلو، در حالی که آینده آفرینی میاد و از تمام تکنولوژی ها استفاده میکنه برای اینکه از اتوماسیون بگیر تا استفاده از AI که الان دیگه اومده و خیلی از کارا رو میتونه راحتتر، سریعتر، دقیقتر، کم هزینه تر انجام بده. ولی خب هنوز خیلی از کارآفرینان خودشون رو تطبیق ندادن با استفاده از خیلی از تکنولوژی‌ها و خب این باعث میشه که واقعا عقب بیفتن. یکی دو تا مورد دیگه مونده، اینا رو هم بحث میکنم و دیگه فکر کنم موضوعمون اینجا تموم میشه. ولی بحث مثلا ببین شبکه سازی یا استفاده از نیروی مردم یا شبکه ها یا اون کامیونیتی ها هستش، نتورکینگ. خیلی بله. مهمه. بله، ببین ما چون کارآفرینی توی بستر در واقع قدیمی شکل گرفته و اون موقع اینترنت نبود یا بعد از اینترنت سوشال میدیا نبود، عملا تا 2005 و به بعد اون کامیونیتی ها شکل نمی گرفت. الان هیچ بیزنس مدرنی نمیتونه به مرحله اسکیل برسه اگه قبلش کامیونیتی خودش رو تشکیل نداده باشه و این خیلی خیلی مهمه که یه آینده آفرین حتی قبل از این که شاید بگم پروداکتش رو بخواد توی بازار بیاره، سعی میکنه با یه پروتوتایپ هایی یه کامیونیتی درست کنه، فیدبک بگیره ازشون خیلی سریع و بتونه بعدا توی بازار عرضه بکنه. این خیلی نکته مهمیه که خب کارآفرینی اگه بر اساس اون تفکر باشه و اینو استفاده نکنه قطعا عقب میمونه از خیلی از اون استفاده هایی که میشه از بحث کامیونیتی انجام داد. نکته آخرم بحث مشتری مداری است. خب درسته ما توی کارآفرینی بحث مشتری مداری رو داریم ولی خیلی بحث به نظر من شاید بگم محدودی بوده قبلا. الان توی آینده آفرینی خیلی جدا بحث داستان متفاوته. یکی از نکاتش بحث کاستومایزیشن هست، خصوصی سازی. یعنی اینکه مثلا مشتری شما فقط یه فیدبک بگیری ازش نیست، مشتری رو شما بایستی بکنی در واقع بشه یه پارتنر شما توی بیزنس، یه شریک شما، بله. یه سهامدار شما، انقدر اینگیجش بکنی که حالا توی بحث ادوتینمنت، سرگرمی آموزشی صحبت میکنیم که چطور شما یه مشتری رو نگه داری، یه جوری در واقع بیا این مشتری با شما انگیج بشه که به عنوان یه نیروی فروش اصلا استفاده کنیم بدون اینکه بخوای اصلا بهش پول بدی یا هیچ کاری انجام بدی. اینا تکنیکاییه که توی آینده آفرینی میشه استفاده کرد، از خصوصی سازی کردن خدمات، فیدبک گرفتن ها و خیلی نکات بیشتری که وجود داره. و مشتری، ببین مشتری الان خیلی وقتا دنبال اکسپریانسه، دنبال لزوما پروداکت نیست. آره. این خیلی مهمه. یعنی شما تجربه‌ای که به
مشتری در واقع میدی از اون محصول، خدمات، سرویسی که داری، خیلی وقتا براش خیلی مهمتر از خود اصل اون محصول هست و این رو یه آینده آفرین خیلی با دقت تحت نظر داره و استفاده میکنه ازش. الان این دوتا مفهوم آخرتون، مخصوصا این بحث آخرش که در راجع به مشتری ها بود، حالا نمیدونم مثال درستی باشه یا نه، اما خیلی به یه چیزی که الان اخیراً دیگه خیلی مد شده بود و از مدم افتاد خیلی به همون سرعتی که مد شد از مد افتاد، اصلا همین همستر بود. بله. همستر واقعا سریع رشد کرد، یعنی از کل این مفاهیمی که الان شما گفتید استفاده کرد. هم نتورک بود، یعنی بله. آدما رو به هم دیگه وصل کرد، هم خودشون احساس میکردن که شریکن توی اون، در واقع اون چینی که وجود داشت و داشتن با هم دیگه شکل هم میدادن. گیمیفیکیشن بود. مولد بود. بله. دقیقاً گیمیفیکیشن بود اصلا. روی این حالت مولد داشتن میتونستن یه چیزی رو خلق کنن، احساس میکردن که دارن درآمدی کسب میکنن. حالا آخرش مشخص شد خیلی کم بود، ولی درست. اون احساسه رو داشتن واقعا دارن یک کاری میکنن. و اکسپریانس جدیدی بود، یعنی یه دقیقا. تجربه ای که چجوری میشه من روی یه چیزی اینجوری بزنم و بخواد واسه من پول در بیاره. حالا تو ابعاد گسترده ترش میشه اینکه اون اوایلی که یه چیزی به اسم لینک رفرال اومده بود بله. و آدما میتونستن بیزنس شما رو تبلیغ کنن، ازتون بون تخفیف بگیرن. درست. و این کل اینا یعنی اینگیجمنت کاستومرتون با خودتون میتونه این کار رو به همراه داشته باشه. حالا اینو هر چقدر بخوای بست بدی، هر چقدر که المانهای مختلف ظاهرا پیاده سازی میشه روی بیزینستون، داره اون بیزینس شما بیشتر روی ترند حرکت میکنه. الان من اگه به شما بگم یه بیزینسی دارم خامه، همین بیزینس رو اصطلاحا میگن یه سس هوش مصنوعی بهش بزن، یه سس نتورکینگ بهش بزن و یه دونه گیمیفیکیشن واسش درست کنه و احساس کنن که مولدن و کل اینا رو بهش بچسبونی، انگار که واقعا یه طعم خوشمزه ای از آب در میاد واسه کاستومرت که بتونه با یه تجربه جدیدی مواجه بشه و بتونه یه کار جدیدی رو انجام بده که خودت باهاش اصلا بگی که چجوری اینقدر پیشرفت کرد. من باورم اینه که شاید فکر نمی‌کرد اصلا خالق همستر، فکر نمی‌کرد که یه پیرزنی توی یکی از روستاهای مثلا بله. بله. ایران بیاد همستر رو نصب کنه و مرتب اینجوری بزنه روش که بخواد توکن جمع بکنه. ولی خب دقیقا. اتفاق میفته دیگه، یعنی شما به قول میگن you never know. الانم واقعا نمیدونی چه اتفاقی ممکنه واسه بیزنست بیفته اگه همچین کاری رو واسش انجام بده. اگه کل این مایندست ها رو ایمپلمنت کنی روی بیزنست، واقعا شاید ندونی که چه اتفاقایی ممکنه واسش بیفته و چه چیزایی اصلا پیش بیاد توی بیزنست که واقعا فکرش هم نمی‌کردی انقدر جواب بهت دقیقا. بده. حالا یه چیز این جالبی بهت جهانی که ما بگم. داریم، بگو. میخواستم فقط همینو بگم که این بله. جهان یوتوپیایی که ما داریم و اینجوری داره پیش میره، انگار که یوتوپیاش ته نداره و هی داره اتفاقای قشنگتر و قشنگتری توش میفته، همون قدری درسته. که ریسک داره. دقیقا. حالا اینکه گفتی نمیدونی چه اتفاقی میفته، حالا توی برنامه بعدی فکر کنم که خیلی مفصل بخوایم در مورد اکسپوننشال اورگانایزیشن صحبت کنیم، چون خیلی خیلی مهمه و در واقع یکی از فاندیشن های اصلی هستش. اینکه یه قسمت داریم به اسم اکسپریمنتیشن یا آزمایشات، که شرکت ها میان و یه سری ایده ها رو به صورت محدود توی بخشی از شرکت تست میکنن که ببینن چه نتیجه و جوابی میگیرن، و اگر احساس کردن جواب خوب میگیره، اینو میان و تعمیم میدن تو کل سیستم. یعنی این خیلی نکته مهمیه که الان خیلی ها میان انجام میدن، به جای اینکه بیان مثلا تو کل سیستم یه موضوعی رو، یه ایده ای رو اجرا بکنن، توی اسکیل خیلی کوچیک و خیلی سریع که بتونن فیدبک بگیرن انجام میدن و فوق العاده فیدبک است. حالا بگیرن ازش. آره. بعدا صحبت میکنیم در موردش. حالا یه نکته ای رو فکر کنم دیگه، حالا برای این برنامه تقریبا به آخرش داریم نزدیک میشیم، یکی دو تا بله. نکته رو بگم. یکی این که من کارآفرینی رو مثلا اگه بگیم بیشتر به یه، میتونم بازوی قدرتمندی تشبیه کنم که بیشتر از زور بازو و اون قدرتی که داره استفاده میکنه برای خلق یه چیزی. و اینجا ما نیاز داریم به اینکه یکم بهش هوش اضافه کنیم که همون آینده پژوهی هستش. آینده دقیقا. پژوهی مثل مغز و
در واقع ذهن آینده آفرینیه که شما نیاز دارید به اینکه این زور بازو رو بیایید به صورت منطقی تر و زیرکانه تر استفاده کنید. همون جمله معروفی که میگن don't work hard work smart، در واقع به جای اینکه سخت کار کنی سعی کن خیلی در واقع هوشمندانه تر کار بکنی. ترکیب این دوتا خودش خیلی ترکیب فوق‌العاده‌ای میشه، ولی بله. واقعیتش اینه که ما به یه مشکل اینجا برمیخوریم که نیاز به راه حل داریم. من مسیر رو در واقع تعیین کنم برای جلسه آینده، برنامه بعدی که در مورد بنیان سوم یا اکسپوننشال اورگانایزیشن صحبت میکنیم. مشکلی که وجود داره اگه فقط اینجا وایسیم توی بحث کارآفرینی و آینده پژوهی با هم ترکیب کنیم، اینه که اون بیزنس مدلی که ما میخوایم بیزنسمون رو روش درست بکنیم دیگه نه تنها با بنیان کارآفرینی و با بنیانهای آینده پژوهی هم، با این دوتا هم حتی نمیتونی این کار رو انجام بدی. نیاز به یه بخش دیگه ای داریم. گفتم مثلا مثل یه ماشینی که مثلا با 2 تا لاستیک نمیتونه بره، یا با 3 تا، حتی نیاز داره که 4 تا لاستیک داشته باشه، موتور داشته باشه، فرمون و همه اینا. در واقع آینده آفرینی میتونم بگم یه سیستمی مثل یه اتومبیل که بخشای مختلف داره که حتما همه با هم باید باشن که بتونی به اون حد اکثر افیشنسی و کارایی برسی. که حالا جلسه بعد مفصل فکر کنم بتونیم فقط در مورد این حرف بزنیم که چطور از دوران قدیم تفکر خطی ما داشتیم و این تفکر خطی چه سودایی داشت چه ضررایی برامون داشت، و الان که رسیدیم به تغییرات نمایی و اکسپوننشال و تفکرمون رو باید اینجا یه مایندستمون رو نگرشمون رو کامل تغییر بدیم و بشه اکسپوننشال. دنیا در چه حالی است، به کدوم سمت میره، همه این رو حتما توی قسمت بعدی صحبت میکنیم. خیلی موافقم با این نکته آخرتون که در واقع یه زور بازوی زیادی کارآفرینی که باید بهش یه پوش بدیم. کسایی که مخصوصا توی استارتاپ ها کار کردن یا الان صاحب بیزینس هستن، این رو قشنگ میتونن با پوست و استخون درک کنن که الان واقعا ما داریم حتی توی فرایندهای افیشنتمون هم داریم یه زوری میزنیم که احساس میکنیم که میگن با مرغ همسایمون خیلی غازه. یعنی اون ور داره یه اتفاقایی میفته که از ما دارن مرتب جلو میزنن. و اگه کلید این راه این باشه که ما بریم به سمت اینکه آینده پژوهی رو مخلوط کنیم با این قضیه کارآفرینی خودمون و یه مایندستی به اسم آینده آفرین داشته باشیم و بشه که یه کارایی کرد و این قضیه رو تسهیل کرد و یه جربه‌ای بشه توی بیزینسمون، که فوق العاده است. این مسیری که با هم دیگه شروع کردیم رو پیش میریم آقای دکتر مردوخی عزیز. حتما توی ویدئوهای آینده پیش میریم و به اضافه این که از این به بعد نظرات شما عزیزانی که این برنامه رو دیدید، ما رو دنبال میکنید طی این 2 قسمت، با صحبت ها مشتاق شدید در واقع که اینگیج بکنید و یه سری سوالا رو شما بپرسید. بیاین توی بحث یه قسمت هایی رو حتی نظر خودتون رو بگید، چه همسو چه غیر همسو، همه اینها رو ما پذیرای این هستیم که نظر شما رو هم بشنویم و راجبش صحبت بکنیم، جواب بدیم و این کامیونیتی بینمون برقرار بشه. خیلی خیلی مشتاق نظرات شما هستیم. حتما برامون کامنت بذارید، هم توی یوتیوب که قراره این پخش بشه این برنامه‌مون رو بذاریم، هم تو پلتفرم‌های دیگه توی قسمت کامنتش. منتظر صحبت‌های شما و فیدبک‌های شما هم هستیم. خیلی ممنون از شما آقای دکتر مردوخی عزیز. به شخصه خیلی استفاده کردم، لذت بردم و ممنون. امیدوارم که شما رو توی برنامه‌های آینده باز هم ببینم و بیشتر یاد بگیرم. ممنونم فرزام جان، مرسی. و بله، بازم من دوست دارم که این دوستانی که ویدیو رو میبینن حتما مشارکت کنن سوالاشون یا اون موضوعاتی که شاید یکم براشون جدیدتر باشه، یا اگر احیانا موضوع خاصی رو میخوان حتما توی کامنت ها بگن که ما بررسی کنیم و حتما در موردش صحبت میکنیم تا حالا برنامه بعد که در مورد بنیان سوم صحبت کنیم. خیلی ممنون از شما. خدا نگهدار. ممنونم. خدا نگهدار.